سلام، بریم سراغ آموزش این سبک تابلوهای دکوراتیو که برای هر محیطی، حتی منزل و محیط کار شما میتونه مناسب باشه به ساده ترین شکل ممکن. در ابتدا برای بیس کارمون به یه چوب و یا بوم احتیاج داریم و یک بطری که بطری رو به هر طریقی که میتونین روی این بیسمون فیکس میکنیم. حالا پارچه مورد نظرمون که هر جنسی میتونه داشته باشه و حتما از بیس کار من بزرگتر هستش، هم از طول هم از عرض، رو توی مخلوط آب و چسب چوبم میندازم. حالا هر جوری که دلم میخواد روی بیسم اونو فرم میدم، چین میدم و روی بطری من میپوشونم و اجازه میدم که کامل خوش بشه، که توی این مورد توی آموزش‌های قبلی مومیایی کردن پارچه کامل بهتون توضیح دادم. بعد از اینکه پارچه‌م کامل خوش شد، کارو برمیگردونم و لبه‌های اضافه کارم رو با منگنه فیکس میکنم و اضافه هاش رو میبرم داخل بطری. من پارچه‌ش رو میبرم اضافه هاش رو تا بتونم با گیاه و گل اون رو تزیین و پر بکنم و در نهایت با استفاده از رنگ اکریلیک یا اسپری میتونید اون رو رنگ بکنید. اما من چون رنگ پارچه‌مو دوست داشتم این کار رو نکردم. سعی کردم خیلی کوتاه همه نکات رو بهتون بگم. با سوال داشتین ازم بپرسید.